جان این زیباهای بالدار در خطر است. پروانه‌های آمریکا باز سرعت از بین می‌روند و شمارهشان از سال 2000 تا حال 22% کم شده است. تحقیق معلوم کرده است که شماره 114 نوعی پروانه‌ها به طور چشمگیر کم شده است و سرشماری فقط 9 نوعی آنها رو به افزایش داشته است. تمایل خطی رو به پایان است. آنچه که ما حالا دقیق می‌دانیم تعداد پروانه ها در 20 سال گذشته رو به پایان داشته است و ما هیچ علامتی از آن را نمی‌بینیم که این تمایل ممکن است قطع شود. دانشمندان نتیجه تقریباً 76,000 ارزیابی را جمع آوری و معلوم کردند در 10 سالهای گذشته بیشتر از 12 میلیون و 600 هزار پروانه وجود داشته است. از بعضی پروانه ها مثل یک نوع شاهپرک در امریکا فقط 10,000 عدد مانده است. سال 1997 سرشماری آنها 1,200,000 عدد بوده است. از میان 650 نوعی پروانه ها در امریکا 96 تا آنها به حد پراکنده بودند که در ارزیابی ها نافتادند. در یک سال 1% به نظر زیاد نمی رسد، یعنی از 100 پروانه 99 تا می ماند. مردم زیاد این تفاوت را احساس نمی کنند، ولی سال به سال که زیاد شد و از 100 به 80 رسید مردم این کاهش را می فهمند. بدتر از این تمایل کاهش است، یعنی تا زمانی که ما یگان کار نکنیم تعداد پروانه ها کم و کمتر می شود. سبب نابودی تدریجی این جانداران زیبا به گفته دانشمندان تغییر اقلیم، زهرهای کیمیاوی و از بین رفتن مکانهای سکونت آنها بوده است. و قول دانشمندان باید سعی کرد پیش راهی تمایل کمشوی پروانه ها گرفته شود تا خودی انسان ها ضرر نبینند. پروانه ها در تگزاس سالانه با ارزش 80 میلیون دلار پخته ها را گردآلود می کنند. فقط در تگزاس. اگر در سراسر جهان حساب کنیم این پول بسیار زیاد می شود. یعنی اگر پروانه ها در گردآلود سازی به حد زنبورها مهم نباشند هم ولی اهمیت کم ندارند.